سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو جدید. بالاخره تریلر کریر مود FC26 اومد بیرون و میخوایم بریم با هم این تریلر رو ببینیم و ببینیم کریر مود FC26 چه تغییراتی داشته. بزن مثلا ویدیو اول لایک، کامنت، دنبال کردن، ساب کردن، زنگ روشن کردن به جاجتون نره. حتما جوین بدید تا به من انرژی بدید و کامنت انگلیسی فراموش نشه. روی صفحه آیدی چنل تلگراممون هست، حتما جوین بدید. اون هم لینکش هم در دیسکریپشن هست. 1 2 3 let's go. بریم این تریلر رویایی رو با هم ببینیم چه تغییراتی داشته کریر مود. بریم ببینیم. brand new way to play called Manager Live, with challenges that test your ability to recreate famous managerial achievements or complete themed objectives. An active manager market with sackings, caretakers, dynamic manager ratings and unique manager market داره. تو Manager Live manager market داره. Authentic گیم پلی داره تو Manager market. اینو نمیفهمم چیه. اینم نمیفهمم. رفته تو قسمت منیجر لایوش. You'll now be rewarded for reaching those goals and be inspired to take on new challenges and create new stories. You'll see a variety of challenges throughout the year. Some might be فعلا که تغییر زیادی داشتیم. matches at the end of a season, or take several seasons to complete, like recreating a historic triple promotion. Sometimes you'll be asked to select a specific club or league to recreate an authentic accomplishment. چی زده؟ Be given total freedom to choose your favorite club. این کلاب یعنی با که همزمان با چند تا کلاب دیگه میتونی مربیگری بکنی؟ نفهمیدمش. همون چیز هست، همون کیت کلاسیکی که بهتون گفتم. گار کلی کیت کلاسیک هم داره، یعنی میشه با آیکونا مربیگری کرد، یا با مثلا نه مثلا پلی کریر FC25 با چند تا آیکون توی هر سیزنه. منیجر مارکت این داده هر لیگ رو داشت نشون میداد. این همون بخشی که میگم میتونی از تیمتو عوض کنی، ببینی کدوم مثلا تیما چیزش مربیش در حال اخراج، برید مربیگری اون تیمو بکنی. این که همون قبلیاست، همون تاکتیک و اینا بود دیگه. اندریک، جود بلینگ ها، اینا که این انیمیشن ها که واسه نسل نهمی ها به بالاست. این هم نوع ساختش رو دارم، پاس و گلکیپر و فیزیکال و اینا رو داره بهمون میگه. چقدر خوده وکی تکل زنیش چیز شده، تکل زنیش اومده بالا.
version, making sure that authentic gameplay lives up to its name and your feedback for how Korea should play. And for those who prefer the feel of competitive این همون چیه دیگه، ستینگ واسه بازی و ایناست. two different gameplay presets. Unexpected events also new this year, and like Manager Market, they're built to deliver more of the variety هنوز تو منیج مارکته؟ predictability we see in real world football. Each unexpected event will test you. هنوز تو منیج مارکت گیر کرده. Affect you financially. A budget malfunction could freeze your funds for a limited amount of time, or a new behind-the-scenes documentary at your club could leave you with fresh. الان بهمون توضیح داد که چه شکلی بچه واسه این نوتیفم ببخشید، الان بهمون توضیح داد چه شکلی منیج مارکت چیه و یا اون پلی کریر که با آیکان و اینا میشه رفت و ایناست. بریم سراغ ادامه تریلرش. Cash to spend. Other events affect your dressing room. A wage leak could cause unrest, where you could find yourself in a contract showdown with a star player. Each unexpected event is an opportunity to step up and make the right choices to navigate whatever comes your way. It's important to note, however, that unexpected events are optional. آدم هنوز توی جنرال ستینگ و گیم ستینگ و ایناست، هنوز رفت سراغ اصل کریر، چون گیم چون میدونی دیگه این گیم ستینگ ها توی خود تو به غیر از کریر هم هست، اینا رو توی به جز کریر هم میشه اینا رو تنظیم کرد، ولی این داره فعلا هم توی همون ستینگ ها مانو میده. نسبت ادامش کلین شیت و اینا میگه که این هم چیز بود، میتونین از طریق جدول گلزنا هم بازیکن انتخاب بکنید. میگه کریر یه حالت واقعی گرانه بیشتری نسبت به بقیه جای بازی داره. اتوماتیک گیم پلی هم بود ولی روش زوم نبود، ولی الان یه روش زوم زیادی کرده. این هم فکر کنم میتونی قدرت و ادیت حفظش رو درست بکنیم. تموم شد. تموم شد. دیگه تموم شده. ای خدا وکی کارت آیکان خوشی باشه وقت واسه این نوتیف چیزم، واسه نوتیف چیزم بچه ببخشید، نوتیف شارژ گوشیم نتونستم بدم شارژ. تریلرش هم تموم شد. این بود از این ویدیو. من که این سن ویدیو نگاه که و تریلر کریر مود FC هم با هم دیدیم، ولی خدا وکی تغییرات زیادی داشته توی از FC25 تا FC26 تغییرات زیادی داشته نسبتا تو کریر مود. اون کیت کلاسیکش خیلی جالبه که باید ابجکتیو ها رو انجام بدیم. همین که تا این ویدیو نگید لایک، کامنت، دنبال کردن، ساب کردن، زنگوله کردن به اجازهتون نره. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. روی صفحه آیدی چنل تلگراممون هست، حتما جوین بدین، لینکش هم در کپشن و دیسکریپشنمون هست. تا دیگه بای گایز.